شكرا لك ربي حمدا لك. ای فرزند آدم، بدان که غنی کسی است که به داده شده ها قناعت میکند و آن کسی که حسد را پس سر میگذارد آرامش مییابد. هر کسی حرام را ترک کند دینش را پاک نگاه میدارد. هر کسی از غیبت دست بکشد محبت مردم را به دست میآورد و نعمت ها برایش افزون میگردند. هر کسی خود را از مردم کناره گیرد خود را از آنها در امان میدارد. آن که کم گفتار است عقلش کامل است. هر کسی که الله به او داده است راضی باشد میتواند از راضیگی پروردگار امید داشته باشد. ای فرزند آدم، به آنچه میدانی عمل نمیکنی، پس چگونه تو علمهای بیشتر را طلب میکنی؟ تو حیات خود را برای دنیا صرف میکنی و به بهشت نمیشتابی. گویا نمیدانی که روز میمیری. تو مال جمع میکنی گویا میخواهی ابدا زنده باشی. البته خداوند به این دنیا وحی کرده است: ای دنیا، و آن کسی که به تو میل دارد رو مکشا و آن کسی را بجوی که به تو میل ندارد. میلداران را به کار بگیر و زاهدان را خدمت بکن. ذاكرا وقلبا شاكرا.